سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه و جیبتون پرپول. مثل همیشه میخوایم دستگاه فیوژن رو بررسی کنیم. دستگاه 45S رو آوردیم، دستگاه بسیار بسیار خوب و کاربردی. دستگاه 45S دستگاه خیلی سبک و جمع جور هست. دستگاه نسبت به دستگاه حالا مثلا بالاترش که میشه حالا 90S 88S، این تیپ دستگاه فوق العاده سبک. ما مثل همیشه تو ویدیوهای بررسی دستگاه میایم خب وزن دستگاه رو در واقع میگیریم. ویدیو قبلی ما آنباکس دستگاه 45S بود، محتویات پکیج رو نشون دادیم. الان میخوایم دستگاه رو بریم ریستر بشیم بررسیش کنیم. خب دستگاه 45S کلا 1400 گرم وزن داره. خب واقعا یه وزن بسیار بسیار نرمالی هست، خیلی سبک و عالی. حالا مثلا داداش بزرگترش که خانواده 90 اسا میشن همینجوری فکر کنم 3 کیلو وزنش باشه. بله 2850 گرم، یعنی این از نصف هم یه جورایی کمتر. خب این خیلی فوق العاده خوبه، یعنی شما که میخواید دستگاه کار کنی وزن سبک دستگاه با باتری یه آپشن خیلی کاربردی خوب است. خب بریم کلیورش رو فقط میاریم کنار خودش، بقیه‌اش رو توضیح دادیم که چه چیزایی همراهش داره. کلیور سیتی 50 که کلیور فوق العاده عالی هست، با بلوتوث پیر میشه با خود 45S مثل خانواده 90 و 80. خب ترازو من بذاریم کنار، کاری باش نداریم، ما فقط اینو میذاریم این گوشه که یه سری بررسی هایی باش انجام بشه. خب 45S تو فیس جلو هیچ گونه کلید و دکمه ای نداره اصلا، کلا اومده کلید پاور رو این گوشه گذاشته. کلا هم دکمه هاش فقط یه دونه پاور هست، یه دونه ریست، چیز دیگه نداره. حسن بزرگ دستگاه 45S مثل خانواده 90 اسا LCD فوق العاده بزرگش هست که ماشاءالله همه دستگاه LCDه، یعنی این با این هیکلش 5 اینچ LCDش، اینم 5 اینچه LCDش کامل با LCD 90S پلاس یکیه. خب این پیامی که میاد روی دستگاه ها همشون میاد، این در واقع میگه حالا برای میدل اس باید استفاده بشه، ما اینو اوکی میکنیم. ببینید دستگاه هم داره از سیستم اکتیو بلید استفاده میکنه، هم از آپشن اکتیو فیوژن. خب این برای یه دستگاه با این قیمت بسیار پایین خب فوق العاده عالیه. ببینید 88S پلاس هم که ما اکتیو کنیم باز اکتیو بلید اکتیو فیوژن میاد. اینم بهتون توضیح میدم که چه پیامی هست، میتونیم در واقع دوباره نشون نده. خب اینم که ماشاءالله 90 اسا که تا روشن میشن سریع میخوان در باز کنن. خب ببینید منوها در واقع LCD همه چیز با خانواده 90S پلاس یکی هستن. خب دستگاه 88S دستگاه 45S پلاس یه آپشن خیلی خوب و اومده فوجیکورا روش گذاشته. ببینید شما زمانی که در رو باز میکنید کلمپ‌ها با هم باز میشن، این سرعت کار شما رو به شدت افزایش میده. نمیخواد که دیگه حالا نگران این باشید که من کلمپو بستم نبستم. حالا خیلی وقتا هست شما اصلا تار نداری توی دستگاه، میخوای آقا چیکار کنی، بیای در واقع در رو ببندی، در رو راحت میبندی، ولی شما هم چیکاری کردیم 90S پلاس دستگاه واقعا آسیب میبینه. بستن این کلمپا هم باز خیلی جالبه، ببینید به همین راحتی کلمپا بسته میشن. خب این چیز کاربردی هست. خب سیستم الاینمنت دستگاه 45S سیستم اکتیو کلد الاینمنت هست. اکتیو کلد الاینمنت یه آپشنی هست حالا بین کور الاینمنت و کلد الاینمنت. سیستم اکتیو میاد حالا کلد رو در واقع فیوژن میکنه ولی به صورت اکتیو هست که اینا یه مقداری با دقت تر نسبت به دستگاه مثلا دستگاه 31S پلاس. حالا این دستگاهی که کاملا دیگه کلد الاینمنت هست دستگاه. این 45S نه، این خب دستگاه 4 موتوره هست، این 6 موتوره هست و سیستم اکتیو کلد الاینمنتش باعث میشه که شما بتونی از این دستگاه حالا جاهایی که بخواد مفصلای داخل شهری اودیسیا اینا رو به راحتی میتونی با دستگاه 45S بسازی. ولی خب 31S نه، 31S فقط شما با FTTH باش کار کنی، ولی 45S این آپشن رو شما داره میده که بتونی تا حدودی مفصل هم باش بزنی. خب دیگه حالا خانواده 90 و 80 هم که دستگاه فول اوتدوری هستن که دیگه تمامی کارها رو میشه انجام داد باهاشون. ولی خب واقعا 45S با این کلیوری که روش هست، با این آپشنایی که روش هست، یه دستگاه فوق العاده به صرفه است. حالا بخوام قیمت رو بررسی کنم، امروزی که ما تقریبا اوایل مهر 1404 هستیم با دلار 99 تومانی، این دستگاه 270 تومن قیمت داره. یه 90S پلاس امروز الان نزدیک 460 تومن قیمتش هست. خب خیلی این تفاوت قیمته واقعا برای بچه‌هایی که دیگه کارشون کار بیابون نیست، کارای
فول اوتدور انجام نمیدن و داخل شهری یه مقدار دارن کار میکنن، 45 انتخاب فوق العاده عالی هست. جهت مشاوره خرید دستگاه‌های فیوژن، دستگاه‌های اوتیدیار، لوازم جانبی ما در خدمتتون هستیم. یه مشاوره رایگان خیلی خوب داریم میدیم که خیلی کاربردی هست. یعنی نگاه کنید همیشه دستگاه بالای بازار، مثلا همیشه دستگاه بچه‌ها خب میگن 90S پلاس، ولی خب ممکنه دستگاه 90S پلاس برای شما کاربرد نداشته باشه. شما این کار داخل شهری داری انجام میدی، یه 45S پلاس، 45S با قیمت خیلی کمتر هم کار شما رو انجام میده. همیشه دستگاه بالای بازار بهتر انتخاب نیست. این مشاوره خیلی کمک میکنه بهتون که بتونید دستگاه خوب انتخاب کنید. در خدمتتون هستیم، با ما در ارتباط باشین. راه ارتباطی رو بچه‌ها زیرنویس میکنن. امیدواریم که همیشه کارهای خوب، پروژه‌های خوب داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.